بیا بهت یاد بدم چجوری این حرکت رو انجام بدی. یکی از بهترین حرکت ها برای 180 لو لانجه. یه پا رو میاریم جلو، وارد لو لانج میشیم. حواست باشه دو طرف لگنه توی یه راستا باشه، هر دو طرف به سمت جلو. لگن بالای زانو، پای جلویی صاف، انگشت پا رو بکش به سمت صورت. اینجا بمون، قفسه سینه‌ت رو باز نگه داشت، ستون مهره ها رو صاف و خم بشو روی پای جلویی. دست چپت رو بذار روی زمین، دست راست رو بکش به سمت عقب، پای چپت رو بگیر و اینجا پا رو بکش به سمت باسن. اگه انعطاف بدنت اجازه میده، دست موافق پای موافق رو میگیره و همون کار تکرار میشه. بیا تو حالت ایستاده، خم شو به سمت پایین، دستاتو بذار روی آجر، یه پا رو ببر عقب، انگشت پا رو پوینت کن و بعد بدون چرخش لگن پا رو ضربه بزن بالا و پایین. سعی کن لگنتو اصلا نچرخونی. چند بار اینو انجام بده و بعد از یه مدت بدنت بهت اجازه میده که ارتفاع آجرتو کم کنی. چند بارم این حرکت رو انجام بده.